در همون گروه ها و در همون حزب هایی که اینا زیاده ای 28 حزب و حرکت اسلامی هن همینجا ما در درونی یا بدم ما و شما حالی خیال میکنیم همیا اسلام برای ما پهن میکنن. نه، یا هر یک کدامش خواجه های خارجی دارن که او اسلامی نیستن یا در مبلغ میتن که تو دنیا را ناتنج کده با ما. دانشجویان عزیز، دهشت و وحشتی امروز که به نام اسلام هست و بعضی جوانای ما و شما فریفته میشیم خیال میکنیم اسلام های 20 سال پیش کاندیداتورا را ماندگی بدن بعد نهضت اسلامی نوشتگی بود که کسی اگر حزب نهضت اسلامی را خط میزنه از اسلام میبره. همه ما و شما صاحب عقل هستیم. خدای تعالی در قرآن کریم میگه افلا تعقلون، چرا عقلتون کار نمیفرماید؟ اسلام و حزب اسلام، اسلام دیگه است، حزب اسلام دیگه است. قرآن کریم میگه که الحق عند الله، حق در نزد پروردگار است. پروردگار چی میگه؟ میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت خدا کنید، اطاعت پیغمبر و اطاعت رهبر دولت. پروردگار میگه که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. با ما و شما خطاب میکنه هر چیزی را که پیغمبر میگه میاره بگیرین و هر چیزی را که نهی میکنه او دور بستین. خدا میگه با ما و شما. پیغمبر چی گفته است؟ السلطان ذل الله فی الارض فمن اهانه اهانه الله و من اکرمه اکرمه الله. پیغمبر میگه که پادشاه سایه خدا هست در روی زمین. کسی که به حرمتی کند، خار کند، ذلیل کند پادشاه را، خدا را چکو میکنه؟ خارش میکنه. کسی پادشاه را حرمت میکنه، خدا را چکو میکنه؟ او را حرمت میکنه. پادشاه سایه خدا هست در روی زمین. حکمتش چیه؟ حکمتش جامع مانع، جامع همه کارهای خیر دین دنیای ما را جمع میکنه، مانع کل شر دین دنیای ما را منع میکنه. این قدر زحمت و مهنتی که پیشوای معظم ملت کشیدگی برای تنج کردن مملکت ما و شما، اگر ما این را بفهمیم شب و روز باید که در حق پیشوای معظم ملت دعا کنیم. برای دنیای ما چند که آورده است حساب میکنن سیاستمدارا، اقتصادچیا، فرهنگی ها دیگه و دیگه لیکن یک چیز هم از شما را میگم که هزارم برابره که اقتصادچیا حساب میکنن با اسلام ما زیاد فایده رساندگی های. به نام خدا سوگند معظم ملت نمی بود، افغانستان نمی رفت، بزوتی ما را به همیجا نمی آورد. باور میکنین ما نمی فهمیدم که تاجیکستان حضرم دیر شد، بسیار زحمت کشید، همین قدر بریرها را، همین قدر مانعی ها را، کلفت ها را، همین قدر مانعی ها را برید، زد، گذشت، رفت، دیر کرده. لیکن دیرم کرده باشه 50 یا 30% مردمون به هر گروه رفت. امروز دیگه عذاب هم را کشیده استیم. لیکن خدا را شکر میکنیم که فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. خدا میگه که مرا دیاد بیارین، ما 100 برابر شما را دستگیری میکنم و شکر کنید مرا و مرا کفران نکنین، ناشکری نکنین. ما امروز شکر میکنیم که الله رب العالمین ما را هم خیلی راهبر داد و دلش سوخت رفت، ای بحر جان خودش و فرزنداش گذشت برفت افغانستان، همه را جمع کرد آورد. من سال 2013 حج رفتم، معاون پادشاه عربستان سعودی گفت که اگر خدا کنه که امام علی رحمان راهبر دولت طرفی همه حزب نشوه، حرکت ها را نشوه، اگه تاجیکستان از دست رفتگی علکه. همون بود چند ماه نگذشته که از طرف نهضت اسلام که در وقتی گفتم کاندیداتورش ماندن کسی حزب نه خط میزنه اسلام، همه باور میکنه. ما در مرکز انتخاباتی رفتم، ایش میام میپرسم اگر همین خط بزنیم اسلام میبرویم؟ این فتنه، این غجدی مرغ حزب نهضت اسلامی، اسلام تو به هیچ شکل میبری؟ آقا ما به درجه نفهمیم که اسلام حزب فرق نمیکنیم.
برای همین رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادرت را یاردم که یا ظالم باشه یا مظلوم. ظالم ظلم کننده را میگن، مظلوم بیچاره در زیر ظلم او گرفتار شده است. هر چه یاردم که ای رسول خدا پرسیدم مظلوم یاردم میکنیم، نیکی ظالم چخیل یاردم کنیم؟ گو که همه کسا یک جای شین، همون ظالم ای ظلمش نگه بدارین. در همون گروه ها و در همون حزبایی که اینا زیاده ای 28 حزب و حرکت اسلامی هن، همه جا ما در درونی یا بدم ما و شما حالی خیال میکنیم هم یا اسلام برای ما پهن میکنن. نه، یا هر یک کدامش خواجه های خارجی دارن که او اسلامی نیستن، یا در مبلغ میتن که تو دنیا را ناتنج کده با ما. اگر یه منطقه گرفته باشیم 2 تا شوه، 2 منطقه را اگر مسلط کرده باشیم و تسلیت کرده باشیم 3 تا شوه، 4 تا شوه، 5 تا شوه. با واسطه سادگی و بیچاره و نادانی و بیعقلی اسلام و مسلمانی ما و شما استفاده من میبرن. این همیاره همه شما در درونشان بدم. من 74 رفتم. امروز تمام دولت هایی که همیاره مبلغ گذاری میکنن سپانسر به زبان حاضر بگیریم حرکت کرده ایستن. چی با؟ ما هم افغانستان دا بیستیم، ما هم اوکراین دا بیستیم، ما هم سوریه دا بیستیم. چی با تاجیکستان نریم؟ چی با ازبکستان نریم؟ چی با آسیای ما نریم؟ مکان و وسیع زمینی حاصل خیز نگیریم؟ برای چی؟ خیبت میزنه، خون ریزی میکنه. 150,000 مردم ما را از بین بردن، هیچ عیدشون نیامد. بعد رفتن پیش خواجه های خارجیشون، جمع دیاد مای گفته که نشید، هیچی نشید. 115,000 از بین بردی. همین چیه؟ همین نتیجه با ناامید نمیشن و خارجه های خارجیشون. دهشت و وحشت انداختی، ترس لرز انداختی، ترور کردی. چندین عالم و شاعرها و دانشمندان را در افغانستان بدنم رفته در دیگر جا همونجا رفتن آموختن آمدن جوانها را و عالم‌ها را و شاعرها را دانشمندان را دست کردن. برای چی؟ برای تاجیک بایگریش علم است. بایگری دولت بگی دولت مکون میزنه، تمام میشه، فلج میشه. کدوم اینا بایگریش؟ دانشمندا، چی دینی و چی غیر دینی. شما بر نگاه کنین دنیا با چی پیش رفته است؟ با علم. این قدر تکنیک و تکنولوژی با چی پیش رفته است؟ با علم. برای همون تروریسم و اکستریمیسم ای به نام اسلام خروج و دهشت و وحشت کرده ایستاده است. نکی پروای اسلام داشته باشه. اسلام نیست میکنه، مسلمان نیست میکنه. کوبیا بینیم در مملکت های غیر اسلامی کدامی رفته است؟ نه میروه. سپانسر خارجی اجازتش نمیته. سپانسر خارجی اجازت نمیده. برای میگه افغانستان، برای تاجیکستان، برای میگه سوریه، برای میگه عراق، برای کجای ده که مسلمان نشیم همونجا برای میگه. همونجا برای هم مسلمان را یک قسم که نیست نابود که ما برای شما حزب نهضت اسلامی ایجا نتونید با اوجا رفت. همگی 15 نفرن. نیکی و خجای خارجیشان ما اوجا قطعشان بدم 3 سال روی هم ما اوجا رفت قطعی با بحث کردم و هیچ دانشی نه دینی نه دنیایی ندارن. همگی 15 نفرن. با هم 15 نفر هر کامش هر سه میکشه. لیکن خجای خارجی میگه ولی بسیار میشن ولی بستین گشنه مونده. چی سر و سمه میشه؟ گشنه نمونده ای تو. با همزی تاجیکستان ما ترتیارت که ایستن. اوجا با رنگ ما و شمار جوانای فریب خورده هست او مملکت و تاجیکا فیرادش میکنه. بیو میگم متراوزید اقامه میگیرم میتونم گرجدن اسما میگیرم میتونم او ابرخدتا امو خجای خود امیر تشخود که بیار با یک اعضا زیاد میشه و اقلا هیچی برای فریب هم باشه. در چشم رهبریت تاجیکستان میگیم که اینه حاضر 20 کس شدن، اینه 30 کس، ای 15 کس زیاد نیستن. یه آدم ای خودش میگم من ای جماعتی نمیچی برآمد میکنم من اونجا بدم. گفتم چند کسی شما؟ ایمو بسیاره. بعد رفتم خودشتو قبل است در پولشا. اینا سوگند یاد میکنم به نام خدا. خودشتو خواهی میگه ما اینام جماعتی نمیچی برآمد میکنم که این قدر محبوس ها را عذاب نتن. ما یک گروه اینا پروتکل بزنیم. رفتم دیدم خودشتو خواهی اینا باور کنین و نکنین برای فتنه. برای همین ما و شما آگاه باشیم. خودم در درون ما و شما هستن بچه‌های جوان او در دست میخرن. باز
باقی مونده میفهمیده که میدونین امواره که نمیگین نکنین یردم کنین برادراتون را یردم همون اچکری هلاکن میبراری مثال گیریم همون را همی یردم ای پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم گفته که المسلم و اخ المسلم مومن مسلمان برادر مسلمان باید که میگه که فالله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه حدیث پیغمبره این حکم آیت داره میگه پروردگار در یاردم همون بنده هست که او بنده مادامی که در یاردم برادرش باشه ای همه در یاردم برای ما برای پول برای مال برای زندگی سطح بالا دمیسته از جهت عقیده من که توریش ما همه دولت برای ما چیزی میگه همه عمل کنیم دین مونه دنیا مونه سرپشرمون پاسبانمون عالم اسباب ما باید فراموش نکنیم سبب حاضر این گروه های هستن به نام اسلام میگه که من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون این آیت ترجمه میکنند به لفظ کسی که حکم نکند با آنچه که خدا نازل کرده است هم آدم کافر است این خیلی میگن نه که این معنی و تری معنی نداره این اگر سوز معنی کنی معناش همیه که خدا گفته است که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اولی الامر اطاعت کردی بما انزل الله عمل کردی السلطان ذل الله فی الارض فمن اخانه الله و من اکرمه الله پادشاه را حرمت کردی بما انزل الله شید لیکن او بما انزل الله را کلمه فهمونه که تنمه بچه این قانون ما دموکراتی قانون ما دنیای کفر بدستیم کو نه اینجا بسیار پهلوها داره بسیار پهلوها داره فکر میکنم که همه را شما فهمیده ایستادین اشاره برای شما بسای شما جوانای با فهمین 28 حزب حرکت اسلامی گفتم که یا از اسلام نیستن خیال نکنین که همین قای پیغمبر اسلام در وقتی که برآمد و پیغمبر شد گفت که ستفترق امتی 73 فرقه انا بیا او جبره مکه گفت که امتای من حال روای آیسته آیسته 73 گروه میشوند اینمی ستفترق اکثریت شما میفهمین وقتی سین آمد یا سی آمد ستفترق آیسته آیسته گروه میشوند آینده 73 گروه اینجا 28 گروه گفتیم كلها في النار الا واحده وما ينطق عن الهوى این هو الا وحی یوحى پیغمبر پیش خودش هیچ گپ زده نیست هر گپی که میزد وحی پروردگار بود الان حدیث هم وحی پروردگار آمده که پیغمبر گفته که برای ما و شما امتای ما 73 گروه میشن ولی آیسته آیسته اینجا چند گروه های همش دوزخی نه که یک تاش دوزخی نیست خیل من هم یا رسول الله پرسیدن پیغمبر همون گروهی که دوزخی نمیشه و کیان گفت ما انا علیه و اصحابی کدام رفتار و رویه و گفتار و رفتاری که من میکنم و کدام گفتار و رفتار فعل اطواری که صحابه ما میکنن ان همو است کسی هم طریق نه همون پیغمبر ما یگان کس عذاب نداد نکش نزد کسی برزیدش برآمد به وطنش قتل مبارزه برد و اطاعتی خدا را کرد پیغمبر خدا گفت که شما اطاعت کنید صحابه او را اطاعت کردن شما همین معلم را شما همین رهبریت اطاعت کنین در جمع هممون رفته باید که پیشوای معظم ملت اطاعت کنیم همه پیامایی که میگه همش این نقطه نظر آیت حدیث است اما 72 گروه همون نشناخته سمالی ولی نو 28 گروه 72 گروه حاضر میفهمید چیکار کرد با هر یک گروهی همو با 2 گروهی دیگه کدگیان در روی دنیا ما ایران گروه 72 گروه بیزاریم 28 گروه در دنیا همو داخل میشود در دنیا همو داخل میشود رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفت که تا دنیا هست این گروه ها امتای میانه روی مرا میکشن نیست میکنن صد افسوس گفت در شب معراج دهم قبول نشد که امت ما میان نکشن گفت دهم قبول نشد گفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعتراف کرد یا اسلام نیستند به نام اسلام مردم فریب میکنند و در زمان صحابه ها هم در زمان تابعین هم در زمان امام اعظم هم همین خیلی گروه ها برآمدن امام اعظم هم حکم به کفر کردن امام شافعی هم حکم به کفر کردن امام بخاری هم حکم به کفر کردن گفتن یا کافرن همین خیلی تندروا یا نوپیدا نیستن از زمان پیغمبر برآمدن حضرت عثمان حضرت علی را دیگه بزرگا را همش همین تندروا کشتن همین مسلمانای تندروا برای همین پیغمبر اسلام یا را
دوزخی گفتگی هایی. همه ما و شما در یک سیاره، در یک کشتی، در یک ماشین سواریم. هممون ضد تروریسمیم. ما با تروریسم همراه نیستیم. پیغمبر خدا گفتگیه که آدم پخته و زیرکه از یک سوراخی دوبار مار چی؟ ما و شما در سال 92 تا سال 97 همین مار گزیدمان به نام اسلام. ما در درونشان بدم اگر همین قدر مسلمانی داشته باشن یا اسلام باشن، اگر ما او گپا را بزنم بسیار ویرانی بد میشوه. هر ساعت هر وقت هر یک دختر میگرفتن نعوذ بالله زنا میکردن. ما میگن نکاح کردیم، درست پس میبینی و دختر گریسته گشت از این مرا فهمی کرد. خیلیش در افغانستان ما دیدیم. هم گروه ها با یک بار دیگه میگم ما با تروریسم زیدیم.